با سلام با یکایک شما بینندگان عزیز، نویدی بомдодии است. در شروع باز یک هفته نو تقدیمتان از رادیو زودی. امروز 5 اکتبر و در پراگ همین حالا ساعت 7 صبح است. با همه شما از آن تنسیتی و کامیابی رو تمنا دارم و حالا از خبرهای تاجیکستان و جهان برایتان میگم. امروز تاجیکستان روز دولتی زبان خود را تجلیل میگیرد و قانون زبان در تاجیکستان نخست روز 22 ایول سال 1989 تصویب شد و تحریر نوی آن از طرف پارلمان 5 اکتبر سال 2009 صورت گرفته روز زبان دولتی به 5 اکتبر کوچانیده شد. امروز همچنین روز تولد امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است که امسال به سن 68 رسید. پیش بینی میگردد که رئیس جمهوری تاجیکستان آخر همین هفته یعنی 11 اکتبر در انتخابات پرزیدنتی اشتراک نموده برای حفظ کرسی رهبری دولت تلاش نماید. امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در یک برقیه روز 3 اکتبر به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و همسر او شفای کامل و عاجل خواسته است. روز 2 اکتبر دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا اعلام کرد که با همسرش ملانیا ترامپ به کرونا ویروس سرایت یافتند. امالی رحمان گفته است این خبر آنها را نگران کرد. پرزیدنت آمریکا دیروز یک مدت کوتاه از شفاخانه نظامی که در آن از بیماری کووید 19 معالجه میگیرد بیرون شده در کنار شفاخانه سواری ماشین زیر پوش به نزد هوادارانش برآمد. سپس او به شفاخانه نظامی برگشت. پرزیدنت آمریکا 2 اکتبر بعد تشخیص کرونا ویروس به بیمارستان انتقال داده شد. روز یکشنبه ترامپ در شبکه توییتر نواری را جای داد که در آن میگوید بیماری کووید به او درس شده است. منقدان ترامپ با اشاره به بیرون شدن او از بیمارستان گفتند پرزیدنت بار دیگر بی‌اعتنایی به معالجه را نشان داد. طبیبان میگویند وضع ترامپ بهتر شده است و او احتمال شفاخانه را امروز ترک کند. مقامات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان دو سرباز را جستجو میکنند که روز 29 سپتامبر در رودخانه برتنگ غرق شدند. سروجدین یتیم و قندیل جان وحید سربازان یک قسم مرزبانی در نویه روشان میخواستند خواننده مکتب را از غرق شوی نجات بدهند. به گفته مقامات خواننده صنف دی مکتب دهی و مر با قصد خودکشی خود را به آب انداخته بود. حسن رجبوف یک مسئول قسم مرزبانی در نویه روشان گفت که سربازان در اول تلاش کردند که از قصد خودکشی این پسر جلوگیری کنند و او خودش را به آب نپرتاید. وقتی نابالی خودش را به آب میپرتاید سربازان را شاید وجدانشان عذاب میدهد که برای نجات او به آب سرد میدرند. آنها همچون قهرمان و چون سربازان دلسوز رفتار کردند، گفت رجبوف. برای جستجو کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده و ساکنان روشان سفربر شدند. جسد نابالغ روز 30 سپتامبر پیدا شده. سبب قصد خودکشی نمودن او هنوز معلوم نیست. 181 مهاجر بندمانده تاجیک را از مرز قزاقستان به ازبکستان به تاجیکستان برگرداندند. سازمان جهانی مهاجرت روز 3 اکتبر خبر داد که در همکاری با مقامات کشورهای قزاقستان و ازبکستان برای زمینی طریق اتوبوس مهاجران به وطن رسیدند. این سازمان در خبرنامه‌اش گفته است که مهاجران بندمانده در مرز از عادی‌ترین شرایط زندگی برخوردار نبودند. وضع آنها با در نظر داشت تغییر هوا باز هم بدتر شده بود. این گروهی بودند که در زمان پاندمی کارشان را در قزاقستان از دست دادند. در میان آنها پیرانسالان و نابالغان نیز بودند، گفته شده است در خبرنامه این سازمان. زین الگجیف هماهنگساز برنامه سازمان جهانی مهاجرت در آسیای مرکزی گفته است که از اول پاندمی در بازگشت بیش از 3.5 مهاجر درمانده به وطنشان کمک کردند. باید گفت با گذشت بیش از 7 ماه هنوز مرزها پورا باز نشدند و شهروندان درمانده طریق ریس‌های چارتری و با اجازه مخصوص به وطن برگردانیده میشوند. دیروز در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس گردیمه‌های اعتراضی بر ضد حکومت الکساندر لوکاشنکو دایر شدند و مقامات 10 نفر دیگر را بازداشت نمودند. از زمان انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست در سراسر بلاروس مخالفین حکومت به مقابل پیروزی لوکاشنکو تظاهرات دارند. در این باره گزارش را تماشا کنید. روز یکشنبه 4 اکتبر 10,000 ساکن بلاروس به نشان پشتیبانی از محبوسان سیاسی به کوچه ها برآمدند. مقامات مرکز مینسک را احاطه نموده بعض ایستگاه‌های مترو را بستند تا اعتراضگران نتوانند در مرکز مینسک جمع شوند. نیروهای امنیتی 10 اعتراضگر را بازداشت نمودند. شبکه خبری مخالفین نیخته نوشته است که در مینسک تخمیناً 100,000 نفر در گردهمایی اشتراک کردند. پلیس با استفاده از آب آنها را پراکنده نمود. اعتراضگران پرچم سفید و سرخ را که رمز مخالفت به حکومت است بالا برداشته به طرف محبس و انشاءات نگهداری بازداشت شده ها حرکت کردند. اتحاد روزنامه‌نگاران بلاروس میگوید کمش 17 کارمند رسانه ها از طرف مقامات دستگیر شدند. بعد تفتیش اسناد 12 نفر آنها را آزاد کردند. مرکز حمایت از حقوق انسان با نام وسنا نوشته است که دیروز
کمش 200 اعتراضگر بازداشت شدند. گردهمایی‌های مخالفین در دیگر شهرها از جمله حامل، هرودنو و برست هم دایر شده بودند. ناظران محلی علاوه کردند که دیروز مقامات اینترنت موبیلی را قطع کردند تا اعتراضگران نتوانند درباره اقدامهایشان به یکدیگر خبر دهند. اینک 8 هفته می شود که مخالفین بر ضد حکومتداری الکساندر لوکاشنکو گردهمایی‌های اعتراضی دایر می‌کنند، زیرا پیروزی لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی 9 اوگوست را اعتراف نمی‌کنند. در این اعتراض‌ها یک چند نفر به قتل رسیده، صدها تن زخم برداشتند. بر علاوه بیش از 10,000 کس بازداشت شدند. روز یکشنبه 4 اکتبر در منطقه قره‌باغ کوهی برخوردهای وزین میان نیروهای آذری و ارمنی به قید گرفته شدند که در آن تیرباران مرکزی این استان جدای خواب و یک عده شهرهای آذربایجان جای داشته است. هر یک از طرف‌ها جانب دیگر را مسئول می‌شمارند. صلیب سرخ بین‌المللی استفاده به حد و اندازه نیرو و حمله‌های غیرقانونی به دهات و شهرها را محکوم کرده است. مقامات قره‌باغ کوهی میگویند شهر استپاناکرت 3 روز این جانی مورد آتش موشک‌ها قرار می‌گیرد. وزارت مدافع آذربایجان ابراز داشته است که ارمنستان شهر گنجه را هدف موشک و توپخانه قرار داد. با گفته منصبداران آذری، ارمنی‌ها شهر مینگاچوی را که در آن نیروگاه آبوبرق و سربند بزرگ جایگیر میباشند تیرباران کرد. این شهر در 100 کیلومتری قره‌باغ کوهی قرار دارد. وزارت مدافع ارمنستان این خبر را تکذیب کرد و گفت یگان شهر آذربایجان تیرباران نشده است. ولی رهبر جدایخواهان قره‌باغ کوهی ارایک هروتیان گفت که نیروهای زیر رهبری او پایگاه هوایی شهر گنجه را تیرباران کردند، ولی بعد او فرمان داد که برای جلوگیری از قربانی زیاد در بین اهالی آسایشته این عملیات متوقف گردد. او هشدار داد که اگر عملیات آذربایجان متوقف نشود، تیرباران گنجه از سر گرفته می شود. دیروز در قرقیزستان 16 حزب و جنبش سیاسی برای 120 کرسی پارلمانتی این کشور مبارزه بردند. طبق حسابهای پیشکی آوازدهی روز 4 اکتبر 4 حزب به پارلمان راه می‌یابند، ولی در پی انجام آوازدهی مخالفین گفتند که در انتخابات تقلب جای داشت و آنها نتیجه آن را اعتراف نمی‌کنند. گزارش نوبتی در این زمینه با هم تماشا می‌کنیم. مخالفین حکومت قرقیزستان اعلام کردند که نتیجه های انتخابات پارلمانتی 4 اکتبر را اعتراف نمی کنند. ساعت 8 شام طرفداران حزب‌های مخالفین در مرکز بیشکک گردهمایی آسایشته برگزار کردند. در جمع آمد اعتراضی شهر شمال و غربی طلس باشد، اعتراضگران درباره خلافکاری در جریان آوازدهی حرف زدند. بعد مدتی کوتاه گردآمدگان پراکنده شدند، ولی رهبران آنها وعده دادند که امروز گردهمایی‌های اعتراضی از سر گرفته می شوند. طبق آمار پیشکی 3 حزب جانبدار حکومت بیریمدیک، مکانم قرقیزستان و قرقیزستان و همچنان حزب بوتون قرقیزستان مخالف حکومت مره 7 فایزه را عبور نموده به پارلمانت قرقیزستان جاگارکو کنش که از 120 کرسی عبارت است راه می‌یابند. حزب آتمکان مخالف حکومت میگوید رایدهی 4 اکتبر چرکین‌ترین انتخابات در تاریخ این کشور بود. نمایندگان این حزب تاکید میکنند که خلافکاری گسترده در تمام حوزه‌های آوازدهی جای داشت و آنها این خلافکاری‌ها را به نوار گرفتند. آنها تصمیم گرفتند که به کمیسیون مرکزی دلیل‌های یافته‌شان را تقدیم نموده طلب کنند که آوازدهی در بعضی حوزه‌های ولایت اوش از اعتبار ساقط شود. ناظران مخالفین حکومت میگویند آنها اتوبوس‌های خرد را مشاهده کردند که گروه‌های آوازدهندگان را از حوزه به حوزه برده شواهد فراهم می‌آوردند که آنها چند دفعه آواز دهند. در بعضی حالت‌ها ناظران مخالفین مشاهده کردند که شخصان رویخط نامزدها را به آوازدهندگان تقدیم می‌کردند که از روی قانون منع بوده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بمدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز 5 اکتبر به شما معلومات میدیم که از جمله بانک ملی چنین تعیین شده است $1 10 سومانی و 32 درم است، 1 یورو برای عوض 12 سومانی و 11 درم خرید و فروخته می شود و 1000 روبل روسی باشد 131 سومانی و 40 درم ارزش دارد. سپاس برای همراهی. من شما را 3 ساعت پس در همینجا با خبرهای تازه منتظرم. روز خوب داشته باشید.